سلام پدرجان، خوب است پدرجان؟ بخوانم میگه خوب است پدرجان. من از میگه نجات بده. پدرم مرا نجات بده. بیشتر از 80 روز می شود چهره زیبایتان را ندیدم. پدرم، پدرجانم، مادرم خوب هستم؟ خواهرم خوب است؟ چگونه بفهمم که شماها خوبی؟ چشمانم با دستمال بسته است. مادرم، پشت دست پخت خوشمزه تان شدم. هرچی برایم بیارن ولی هیچی حتی به آبی که با دستهایتان میدادی نمیرسه. پدر جانم، مرا نجات بده، اگر نه مرا این ظالما رها نمیکنن. پشت نوازش دادنهایتان دق شده. مادرم، هر شب خوابتان را میبینم که در آغوش گرمتان خوابیدم که مرا یک مرد از آغوشتان دور کرده و با خود میبره. وقتی با ترس بیدار میشوم میبینم همان مرد روبرویم نشسته و سر و صدا میکنه که چرا مادر مادر میگویی؟ چی کار کنم مادرم؟ راهی فرار ندارم، بالی و پرواز ندارم تا کنار شما بیایم. کودکیم را ازم نگیرین. نمیخواهم با ترس زندگی کنم. من کودک مسلمانی هستم. من کودک ترکمن هستم. بالایم بیشتر از این ظلم نکنین. نجاتم بدین، خیلی میترسم. ترس همه وجودم را گرفته. ترس دور شدن از شما. نویسنده شیبا ترک.